رفتم نه من خطیت نمیرم بیا بشی باشیم نه من نمیرم او کارت میکنی بیا رفتم من محمود رفته دم طرف خونه میره بیا شما میترسم بیا میزنی نه ترس من دیگه آیسته میکنم بیا بشی بیا نه من نمیرم بیا نغمه که بیا بشی بیا رفتم بیا تا میکنم ترسیدی ها اوسته های میکنی فهمیدی ها خیلی تیزایی نکن بدانی موکی تو دور کده در نگیره با بشی رفتم کیف اینه این بچه ایسا بیرانی خوده خوب میتونو که هم بچه کیف کرده گشتم دگونا جان شما دینه دگونا جان خیلی گفتم یک خبرگیری بیام در بین یک هفته شما را ندیدم گفتم که یک گپ دارم دگونا گپ زن همین کجایم مجموعه شما دوست می‌داری و یک بچه به آدابه شما در یک خواستگار میآیم شما با همراه دوست می‌دارید تو برای چی هم مجموعه دوست داشته این؟ برای چی گپ میگی؟ و یک بچه به آداب به رها آخه تنها دلم او رو دوست می‌دارد ولی خودت میدانی ای ما یک گفتن خیلی مریش ما رفتیم دوگانه جان بشی دوگانه جان با میلی خیلی گپا تمیز زدی با میرفتی بشی دوگانه جان خیلی دوگانه جان خودت میدانی ای ما یک گفتن مریش دوگانه جان با بیا مریش خیلی شامدی با بیا مریش خیلی دوگانگی بس گفتم تا مریش دوگانه جان خیلی بیا با مریش خیلی دوگانه جان بیا با مریش خیلی ای ما یک گفتن با دوگانه جان با ای ما خفه نشوی مریش بیا با شو آمدی ها دخترم کی بود بر؟ دوگانم با من دیگه دوگانه بازیش نمیم که از خانه بداره کن؟ جان تز مجموعه مولا بای نمیاد همه کارو بکنیم ما میکنم اتاقی تمام همین کی میکنیم سیمستان شده اون جیم کردن در کار کجا رفتی کی دیگه بیو مولا بای اتاق نه بای اتاق میکنم همین کارو رو همشن هم تو کجا میگردی همین همینجا داریم که اتاق من میدونم تو چیکار کردی دیگه او اولاد که هیچ وقت سر به سر نشه بچه اولاد یک پدر خیلی کارا رو پرسا من سواد نداره اون من اخی اتاق میگی قطعی او اولاد سر به سر نشه او یک مرده که به سواد میگی او مرده که به سواد بای میشه اتاق شما حاضر یاش تاریخ نمیدونید اون رو آتش بای بود چه بای بود آتش خیلی گام تلو تنگه داشته بای بود این خودش یک به سواد بخش بواش بای بده ها بواش آتش میشد ولی این وقت ولی یه بفهمید فکر کنید و اولاد که رفت آمد نکن خب اتاق جانوزی میام همش میکنم همه جلوی رو میدارم و خیلی کجای میری خودت نگاه کن مایل اتاق مایل میام میکنم کارو ما بود میکنم هم جگاجای هم برای توضیح میکنی مایل همه که با فریب نکنی نه اتاق مایل چی نگی تو بیزار کردی نه دیگه درست شده ندیدم شما زنگش میزنم در زنگان جواب نمیتیه خیلی میدونم بالا میرم التماس هم را دیدیم بگو ماده یک بار زنگ بزنه مایل ما بالا میرم باشد میگم التماس مایل بگو زنگ بزنه چی بطلم زنگوی ما جواب ندیتیه
به خبر از من از می سفر کردی از من گذر کردی چرا تو قر کردی اولی با تلفنو ما جواب نمیتیم به خبر از من از می سفر کردی به خبر از من از می سفر کردی چند سوالشت کشده دارم احنیست که برداره یک بار نمی برداره رستم جان این دخترها رو همه جا را کفتم نیستن کجا شدن؟ گریختن چی؟ گرفتن؟ کی در گلتی نمیگو؟ نباید چی دیگه واردن کرو همه دفعه وو چشمایی من تو گوری دیدشتن؟ 1000 سومون بود این 4 سوم کم 1000 سومونه دارید یکم سوم؟ تکلیف کردیم اما اینجا بریم یکی در یادم زد دست تنه که همجا دا میشینی گفتی خمون زلوک آزی بی یه خداش زنگ زد است تو خروش میکنم تا همجا دا بشی معلم نه بیرون میرم و نه خمه کم حالا حالا پروانه که اینه خدا زنگ زده گلی جونی من زنگ زده با هم تنها ریتا نه ما بچه مرده کم سلو وکرده مالیو اون کدوم رفته سرده مالیو خوی ها اتخی چی میگه دگونه میگه بچه گنده گوش که مرا یه گپت میگم ولی تو مرا با چشمای خودت نگاه که با چشمای دگونود نه فهمیدی؟ ای من دستم در کشیده گپ کم کن نه باز نمیتونم تو کار حل میکنی یا نه؟ خیلی مالی بیا یا بالو میکن مالی شد تمام موازی نمیون شد موازی میون چی خدر میکنی جان؟ پاسکال برولی پلا از اوسی مای هیچ که نمیفهمه در نیست پیشاو که یعنیش که نیست من خجو اوف هم موسیفه دی اتال میگم دم افتال گرمی داشت تا دو دکی نمیجی گوری رو بدراوی مجنون ای مجنون ای بچه تو همکاری کرده ما تو رو چند بار گفتیم که همه با چا کدو خیلی خیلی دیوانه سلام کن ساز تینج ساز دیدی چند بار گفتم اینا تلفناشو بردار خطیش گاب زن گاب نزدی بر دادنش رفت لیلی را اوبلاک کردن رفت شو دادنش تو دا کی گفت خودش گفت نه من دیدم شاو خوزگار آمدن اوبلاک کردن دادنش خوزگار اومد تو دیدی که اوبلاک کردم اوه باید نک شو میکنم این دیوانو همه چی را میدونن رفتیم خطیمه بیا کو قیسی دیوانه این تلفوناش کشتگی تلفوناش جواب نمیده همین گپ تو راست میبروه چی؟ اوه گفتم کو گوش که مرا توزی میدونی چیکار میکنی؟ خوزی میری درشونه تق میکنی که او تاش ببروه چیکار میکنی؟ اون تاش بگوی میگی گوشنه می قانون بود آفرین یکی خودش ببروه خودش بگوه من میگی مجنون فایده داره آفرین قیسی رفتی
لایی ماجون فایده دورتا هی ناشا جبیو بیا اینجا Olha que burdaga. burada Olha ما دختر دوزا نشون میتونم تو هست بزین کن تو کمونه بیا ما شکر جمعه تیز جبیو لایلی جون گوش کن مرا تنم جده مرا انتظار شدم استی ای کارا نکن مجنون نکن ای کار در کار نیست چی به این کارا میکنی لایلی من در برتم من ترا هیچ کدن نمیتونم انم جده انتظار مرا میکشا نکی کارا ای دست هیچ کار نمیویا نکی کارا من میرم صبر کن نکو میرم خونه در لباس میگیرم این خونه یکم چه خوردنی میگیرم میام میگرزم میرم دور بریم که دیگه هیچ کس نیومد مونا من ترا هیچ کدن نمیتونم تا من تمام جده بشی علی جون همه جده بشی خواطر نشه من تیز میرم تیز میام خب مرا انتظار شد همه جورا گشتی نیفتی بکوه در کجایی که میوینه بکوه لوی اوه کوه جرند فقط نکشه چه بی تو حرف بابا گوش کن تو اون طرف تو همراه ما نه هیچی اوتا جون نه هیچی اوتا جون نه کم ترا کار دارم من خفه هم کارم شم چه کار داری؟ هر شما کار میگه اشم آخه یک همدور مونده اوتا همین کار اگرات همش در گردنی من همش شما خدمت میکنم شما کار میکنید تمام اوتا جون همین کارا اگرات همش در گردنی من همش شما میکنم اوتا جون واسه من کم تر کار دارم کارم ببینم بچگان بالار گردون میکنن در بسری ما نایلی جون همین جایی خیلی میریم حالا وایو حالا یک بار جستی مال خاک نزدیک نشه دو بار جستی مال خاک نزدیک نشه بخوبی بگم نزدیک نشه بوتدک کار نداره هرباری اکای واسه از این موسم رو باید سخت سلامت برای نیستو بچه همیه چرا پرسم ترم ها؟ پرس خای دردی ما رو میدونی ما هم یک سال میشه که ما کپیتا کار کرده استیم یا چرا نفهمیدم چرا؟ چرا؟ میگم که این هم یک سال شد که ما هم جمعی موی میقبم تو خدا چی کنه که در میلوی او؟ قصه لیلی و مجنون رو میدونی خواهن؟ اوه او ده غرق شده گیان اوه شنیده بودم ما همه را جداد میکنم هیچ باوریم نمیته که همه مرده باشن یگان روز یگان بیخی بوتا یگان جا میبروین گفته همه را خد میکنم میوم خای ما نبودم چند سال در مسکو بودم ندونم میرم برای همه میوم همیجا فقط نگاه میکنم که که میفته باشم شونا همین قصه را من شنیده بودم یه روز کارم نشیده تو حالا همیجا دایی؟ همیجا نیستم من تو بگم نیستم جورا ما رفتیم نباشد هنوز وقتا
زیق شدی لیلی و فکرم که قشلاق یاد کردی. ها یاد کردم. از همه بسیار پدرم رو یاد کردم. زیق نشه. مهم این بود که ما یک جایه باشیم. ما یک جایه ایم. زیق نشه. همش خوب می شود. لیلی بسیاری بعد رو جا نشی. بیا درونی غار. زیق نشه. من یک قشلاق برم یکم چه خوردنی بگیرم بیام. احتیاط شو یگان کس نبینه. ترسیدی ها؟ اوستا های میکنی فهمیدی ها؟ خیلی تیزایی نکن. بدانی موکی تو دور کده در نگیره با. وقتش خیلی دوران کردیم. این قیسی دیوانه که جدا باشه. مجنون بی خواهد در کجا بودی؟ در کجا بودی تو؟ میدونی من چند ساعت وقتم تا؟ شد اجازه میپس نبینم اونو اجازه مونه این مرا کجا میبری تو؟ این خواهد در کجا بودی؟ همشا میفهمم تو میدونی من رفتن تو در قشلوق چیشی؟ شد همشا مسئله اینجا بدرو چی میکنی؟ همشا مسئله میکنیم چند میکنیم تو مرا بفهمون من تو را بفهمون خب کن باشی خزیان تو نموردی که؟ تو مرا چه خیلی دیده بودی که؟ ما دیدم مجنون ما به دو چشم خودم دیدم که شما غلطی دین. قیس جان ما در حقیقت غلطی دین نه که در درونی آونه. تو موکی در قشلاق چی گپای؟ بعد شما رفتین کو؟ میدانی در قشلاق چی گپ شید؟ چی گپ شید؟ پدری لیلی بسری پدری شما اومد. بسری پدری ما اومد؟ شما رو سر بکنید. تشکر برم بکنم. ویرو حالا باشه نوبت ما رسید کاری کنگی من در حق پدری مجنون میکنم البته خصوصا میریم اسفا بیارم شیف نه اورا کتی میریم
خدای تعالی جا جنت شود از حوض کوثر سیراب شود جاش در طی کنار بهشت باشد بگذار دایم توشکان برو توشکان بیا توشکان برو توشکان بیام خدمت نه پسر شما فرزند ما را کشت فرزند شما فرزند و فرزند ما فرزند نه میخوانوندی تربیه تربیه دادگی نه که دخترت نصیحت نکرد که بیادب نباشه دختری ما ساز بود فرزندی به سوادی تو اگر فرزندی ما به سواد باشه رنگ شما برای ادمی پدرتان کتگی نمیکنه ما در حقی تو میکنم آل دست بازی کاری کردی من هیچی کار کنم میکنم نمیکنی چی رو در حقی همه کارو میکنیم رفته بده اینجا رفتم بگیره بعد میدونی چی پدری لیلی بسری پدری شما اومد پدری اوه که خواستگار اومده بود کو لیلی دا مردک این چی کاری کرده گیاد بود ها یک حیات از پسی پول مال دویدی حیاتی بچه هم رو سوزوندی من در پیش خشت برو چی خیلی سرم رو میبردارم ها پول گفتی مال گفتی حیاتی بچه من چی میشود من چی در پیش دوگانه هایم سرم رو میبردارم این چی کاری کرده گیاد بود زنک دمت را گیر پدری اوه که خواستگار اومده بود کو لیلی دا بسری پدری لیلی اومد واسه لبا رئیس جون بیا رئیس جون بیا کنی اینجا بیا رئیس جون بیا شما یه رئیس جون بیا کنی دختری تعریفی ها این کشی رئیس جون شما مالا شرمنده کرده نه؟ رئیس جون خیلی کشیده شما محلش در تعریف کرده؟ شما میدونید در نزد خیش و تبار در نزد حق و همسایه من شرمنده کرده فهمیدید؟ رئیس جون خیلی کشید این قدار و نادار شما این مال و ملک شما از حساب من است فهمیده دخی؟ فهمیده دو؟ تا بگاه وقت شما با فهمیدید؟ در جای قرض خانه را خالی کنید رئیس جون خیلی کارمی خشید میبخشید رئیس جون گپ هم یک تا خانه را خالی کنید دوستان رئیس جون خیلی رئیس جون این همه دار و ندارشون بایگری همش همون مردک بدای اون مردک اومد جنگ و جنجال شید همه بایگری را گیری فوزی پدری لیلی قشاق شیده گیاد به قدر کال رسیدن در کاره یک روز در راه میگذشتم آتی لیلی مست خوب بود گفتم آقا چوکدی اکی واسه زندگی آینه را محتاج خاکستر کنم وقتش در قیس من پندار بودم یگان کسم نه پسند نمیکنم تکبر بودم اینم حال من گفتم آقا بیا همین لیلی را مجنون دا بتیم نگفتی یک روی کدی اگر یک بار دیگه عمری من اگر عقید می اومد بعد میدونی تو چی کنم بیا مونی لیلی را حتما به مجنون میدادم افسوس آقا بیون نیست در من ای او بگی نونا بگی میگن که آنان که کوهم بودند و آنان که نوند هر یک پی یک بیروند این عمری عزیز با کس نماند جاوید رفتن دوره بیم و باز آیند دوروند این را بخواه که در آخر دعا که افسوس که بیان نیستند گفت که اگر همین زندگی برعکس میشید
پس میگشت من لیلی را مجنون دا میدادم ولی شما را بخشیدگی های بخشید و تای لیلی ما را بخشیدگی های؟ بخشیدگی های گوش که خیز جان این خیلی که باشه ما را که بخشیده باشه من میرم که سرسرک هیکو لیلی را میگیرم میارم لیکن بیست تو حوزی میخیزی میری میدونی چیکار بکنی خیز جان و تای من را خوشرو کده میفهمونی که لیلی و مجنون زندن تو دیوانه ای پدر شما کس حلمان شیدک بعدی رفتن شما ما باید چخیل میفهمونو آخه یک بالا کده کوشش کده بفهمون که قبول کنه همو تای من ایگا کورا یک وقتی ایدانی من شنیده بود یکون بالا نشود این سفید ای دست بتین نه تو خوش رو کده ملایی ما کده میفهمونی فهمی خیز جون خیز میریم تو تای من رو بفهمون ما میرم لیلی را میگیرم میارم خیز الله اکبر خیزتیم مجنون زنده بوده هی مجنون خب خیز جون خوشو کده بفهمون مایلش مجنون ما تو انتظار میشه مایلو بیو لیلی خیز لیلی ها لیلی خوبی؟ لیلی جان خیز بات یک خوش خبر دارم چی خوش خبر؟ این عملی رو پوش میدونی چی لیلی؟ میدونی کی رو دیدمه؟ کی رو؟ قیسی دیوانه رو وای تو رو شناخت البته شناخت من گمان کردم که من رو نمیشناسد لیکن من رو شناخت میدونی چی گفت؟ چی گفت؟ پدری تو ما رو بخشیده است گفتن زنده بیاید ما هر دو را نکاح کرده میدهیم نه همش میلی میدونی چی گفت؟ عشق من و تو در تمام ده آوازه شده است همه جا عشق لیلی و مجنون عشق لیلی و مجنون پوش آماده شو بده همه رویم بده ها بوی توشکندی یا ای بوی توشکندی یا فرجان بیا خیلی شکر سوزی سلامتیات سوزه میشین انت گشته تین شکر چو کدی میگون امیرمی بچه را احوال بده نه ناامید نشه میگن که شیطان ناامید بنده با امید میبینی که زنده شده میوید آدم زیادی چی دیگه نیست امید مکن دیگه رفت و اینم من مجنون ما زنده شده اومدم تو اجاد میخزی من باوری ندارم اگر زنده شده بیاره اجاد میخز ایق میخزی بخاگله
مرا به این حال آوردی